السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای ما واقعا هم یک کار است که همچون فرعی نهضت اسلامی تاجیکستان در اروپا افغانستان مورد در این یاد بود را استقبال میکنیم که جویا میگذارم. خوش آمدید روی در توریست برادرانی دستم در کار هم برای در فکری شهدا و در فکری بزرگایی که متوجه اون چشم آمده کردن عزیزان دید مسئله شهادت دیگه مربوط به عصر نبی یا به عصر گذشته یا به یک وقتی معینی ندارد. ما بیشتر بالای مفهوم شهادت یا اینکه واژه‌ای که این در قرآن حدیث و حتی همه قوم‌ها و ملت‌ها و کشورها گونه اون را دارند موافق بودیم. البته قرآن واژه شهید را استفاده برده است و سوال بینید که کدام شهادت ای شهادت اکبر قل الله شهید بینی و بینکم. خب کدام شهادت است بالاتر که اثبات کند بر حقیقت این کار یا که ماهیت یک کاره؟ قرآن خودش هم برای پیغمبرش میگه که خداوند از شهید و بینی و بینکم. این در حالتی بود که مشرکان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اثباتی نبوت اون را اثبات اون چیزی که دعوا میکنند میخواستند که بگیرند و با طرزی هم گفتند که ما از دینهای قبلی از شریعت‌های قبلی از یهودی ها از نصرانی ها از دیگرها داریم مثلا خبرها که این گونه اون گونه هستند و کسی از یکم بار چون این گپ رو نمی‌گوید در بین او کلان شدی و مثلا بزرگ شدی و اومده دعوا را داری کنی شهادتی تو کنی اثباتی تو خداوند جل جلاله میتونه میگه که خدا از شهید بین من و بین اون سه که بین شما گفته است. معنای شهادت اثبات کردن یک دعوا یک چیزی هست. پس خانه دراز نمی‌کنیم. حالا ما گفتیم که هر یک قوم و هر یک ملت هر یک کشور حتی فردها هم دارن شهید. مثلا یک کس برای وطنش جانش می‌دهد در زبان ما قهرمانش میگن و اگر در دیگر زبان‌ها گروی میگن نام میگن. خب یک نفر یک خانم برای معشوق خودش برای محبوب خودش که چوبتش میزنن، یک مرد برای محبوبه خودش مثلا قربان میکنن. همه همین ها مثلا نوعی از اثبات برای چی هست؟ اثبات برای آن که دعوا میکنن که من اون چیز را حق میدونم و به او نمیتونم که من مثلا که بیستم من این خیلی قربان میکنم نمیتونم که من پای دنبالی او هستم من مثلا که حق و من استوار هستم همین را نشان میده. اما اینجا سوالی مطرح این است کدام شهادت مثلا اکبر است بزرگ است قبول است؟ همون شهادتی که فی سبیل الله است. ای جهاد اکبر الجهاد فی سبیل الله حتی تعالو کلمت الله لإعلاء کلمت الله. این شهادتی که در راه خدا باشد، در راه مثلا عدالت باشد، در راه خوب برابری باشد، در راه آزادی باشد، اینها شهادتی هستند که مثلا بزرگتر و کمتر هستند. و حالا ما اینجا می‌بینیم یک عده عکس‌ها را که شهیدا و از شهادت و از اونها یاد می‌کنند. یک قسمت اینها قبلا بودند، یک قسمتش حالی و حالا هم دوام دارند و می‌بینیم انگیزه این که اونها به شهادت رسیدن چی است. انگیزه اونها اگر بگردیم ابتدا برای اسلام برای کلمت الله و در زمان ما تأسیس یک حرکت اسلامی بود. حرکت اسلامی با روند زمان با خب شرایط خودش
ظهور پیدا کرد و خواست سیاست کشور را دخالت کند برای آزادی مردمش، برای مسلمان ها خب در میدان بود و رسیدن در این قله ها را چندین شهیدها را داد و این مردم وقتهایی بودند که از اون حرکت اسلامی که در او اعضا شدند با جان خودشون، با هستی خودشون خود را فدا کردن، یعنی ثابت کردن که اون چیزی که من برای او قربان میشم یعنی واقعیت دارد، یعنی ارزش اون را دارد که من برای اون جان فدا کنم. و همین چیز در روندی که ما بودیم در پرس‌هایی که برادرهایی که سبزلی و خب دیگر برادرهایی که در بدخشان شهید شدند و اونها ثابت کردند که ما در آن چیزی که گفته اسلام هستیم و تلاش داریم این ارزش دارد که من جان فدا بکنم. این از شهادت معنی شهادت این است که یعنی نهضت اسلامی تاجیکستان این حرکت اسلامی که امروز ما میراثش هستیم، امروز ما باید اون را دوام بدیم، چون این شخصیت‌ها به خاطر قربان شدگی هستند، ارزش دارند که اونها همین کار کردن. امروز یک عده کلانی از معاون‌ها از شخصیت‌ها و استادان برای همین یک حرکت رفتگیم با عمر شده در پشت پنجره ایستادگی چندین سالهای طولانی را گرفتگیم و اونها بر همین هدف هستند که همین نهضت، همین حرکت، همین چیزی که ما برای اون خواستیم برای تطبیق عدالت است، برای استقلال کشورمون است، برای آزادی مردم و برابری و دیگرها است، تطبیق شریعت کلمت الله است، ارزش دارد که ما در همین راه باشیم، در همین چیز باشیم. ما شهادت را با این مضمونش ما باید فکر بکنیم. جایگاه اینها هم در قرآن، هم در حدیث و هم در بین اقوام معلوم است که کسی که در این راه رفته است چی ارزش دارد، چی واژگی دارد، چی افتخار دارد، چی چیزی که دارد. در پیشگاه خداوند اینها زنده اند. اما ما کسایی که باقی موندیم باید بدونیم که در یک راه، در یک سازمان، در یک تشکیلات بودیم که برای او انسان‌ها شهید شدگی‌اند، برای او با جانشون نشان دادند که ما مثلا که در راه درست و حق و استوار هستیم. بنابر همین یعنی مضمون شهادت که در اصل نفرین یا اصل کهنه و اینها معناش همین است که یعنی اون حرکت، اون راه، اون چیزی که برای او قربان میشیم ارزش اون را دارد که ما در اون راه بریم. اما وارثهای همین خیلی شهیدهای هستیم که باید که پاس خاطر اینها را برای چی؟ برای پیاده کردن هدفی که داشت این حرکت و این شخصیت ها گرفتار شدن برای اونها استفاده کنیم. حالا یک نقطه مهمه که برای ما، یعنی انگیزه مهمه که ما مسئولیت ما باید که شانه خالی نکنیم چی است؟ مسئله برادرهای گرفتار، مسئله برادرهایی که در زندان هست. یعنی این چیزی است که یک امری واجبی است. حالا شهیدا گفتن در پیش خداوند رزق میکنن، فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا یک چیز ثابت هستن، اما اون چیزی که در عزیمه ما واجب میگرداند که ما اون را ادا بکنیم مسئله فکری چی هست؟ محبوسین. ببینیم در همینجا من با همین یادی از حضرت یوسف سخنی خدمت به خاتمه برسونم انشاءالله که دیگر برادرها تکمیل میکنن موضوع را و در اطراف آنچه که برنامه گرفته شده صحبت میکنن. ببینید یک مسئولیت مهم وقتی که حضرت یوسف را بردنش زندان و وقتی که پادشاه ضرورت پیدا کرد و باید که از زندان میبروردنش، وقتی رفتن رسولش رفت جاءهم الرسول قالوا ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم. وقتی اومدن گفتن که پادشاه میخواد که برو البته دیگر ظلم شد از دهر گفت که من نمیبرم. اول بری شاه بپرسه که ما بال النسوة، او زنهایی که دستاشون رو بریدن او به کجا رسید؟ ماجرای اونها به کجا رسیده است؟
بعد از اون پادشاه فکر کرد پرسید که چی است؟ گفتن که در حقش تحمیل تهمت بهتان شدگی است، میخواد که اول از همون تهمت بهتان تبریئه شد. حالا این حرکتی که برای او ده ها نفر فرزندان تاجیک ملت ما شهید شدن متهم شده است. این حرکت و دیگر حرکت جوانهایی که هستند، حالا از روی 24 هستند، از دیگر برادرهایی هستند که اونها هم فعالان سیاسی مستقل هستند، دیگر هستند، همه اینها متهم بر چیز دیگرند، بر خیانت، نمیدونم متقی بر حالا با یک واژه بعد من دست تروریست، اکستریمیست، نمیدونم قوبلا، دهشتگرا و دیگر داعش در طرف، این در طرف. این مسئولیت اولی ما و شما این است که همون اتهامی را که نسبت یعنی حرکت داده شده است و ما را بیرون کرده است، ما را باید برطرف کنیم که این حرکت یک حرکت ملی بود، یک حرکتی بود که برای کشور کار می‌کرد. برای این حرکت ده ها کس جانشون دادن و امروز هم رفتن در پنجره ایستادن، اون سری که شما دعوا نمی‌کنن. یعنی همین را برطرف کردن. و ما و شما مسئولیت دیگری که حضرت یوسف در آخر کار سخن میگد و ما از ما خیلی هم پنهان مونده است. اینجا اومدیم مثلا من از شخص خودم بگم اگر با تمام فرزندان و با همه با دیگر با تحقیق میگن که فکر کردن بودن تنج هستیم در جنده، لیکن فراموش کردیم که برادرایی که در ما هستن آزاد کردن اونها و آوردن اونها از بهترین نعمت‌های خداوند است که در برابر این نعمت نیست. مسئولیت ترین یعنی وزن‌ترین مسئولیتی است که در برابر او در حال حاضر دیگر یگان چیزی برای ما نیست. با شهادت خود قرآن حضرت یوسف وقتی که پدرش اونها میان بر مصر و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا، وقتی که برمدن پدر و مادرش پیشش و تعظیمش کردن، بعد از آن چی گفت؟ گفت که هذا گفت تعبیل رؤیای قد جعلها رب حقا. ببینید گفت سنی پدر مادرش گفت، سنی همه مردم گفت که این تعبیل یعنی اون خواب من که هست که خداوند همین حقش گردون. اذ اخرجنی، بعد از اون گفت که اذ اخرجنی من السجن، یعنی ببینید خداوند برای من نعمت کرد، برای من منت نهاد، من از چی؟ از زندان آزاد کرد. نگه بگه که اذ اخرجنی من البئر، اذ اخرجنی من الظلم یا یگان چیزی دیگه. حضرت یوسف گفت که من از ترمه از زندان خلاص کرد، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد آنه که شیطان بین من و بین برادران اون حالت‌ها را افتاد و این حالت‌ها در بین نهضت هست، گفتگوها هست، کشمکش‌ها هست، یک چیزهایی هست، یک خودخواهی هست. محمد صلی میگوید برای خودش مثلا خودخواه قوم طرفدار و دیگه شده یک کسی دیگه. اینا همش اون چیزی هستند که نزد شیطانی هستند که هستند. اما نعمتی بزرگترش بعد این است که ما با سری بلند بگردیم، ما اون اتهام‌ها را از خودمون دور بکنیم و راه‌هایی را ببینیم که برادرهامون را از اونجا بکشیم. اون نعمتی بزرگی است که برارمشون. این نزد شیطان از بین دور شود و جاء بکم من الغی، و بعد از اون شما را بیاریم و اینجا را برفتیم. اینا چیزایی هستند که ما باید سر این نیست، سر اینها خودمون مسئول بدونیم. درباره این که نهضت اسلامی تاجیکستان واقعا یک حرکت اسلامی بود، ملی بود، برای کشور و برای مردم، برای منطقه خدمت میکرد، این هست. ما شهیدهایی داریم که اثبات کردن با جون خودشون، با خون خودشون، با همه چیز مال دارایی خودشون که این یک راه حق، یک راه درست نیست. و ما وارثهایی هستیم که دو مسئولیتی وزمینه که اگر من بکنه، یکی این اتهام‌ها را برطرف کردن، دومی که فکری این نعمت بزرگی که از اخرجنی من السجن، از سجن اینها را برآوردن و راه‌ها و وسیله‌ها کارها نکردن، این مسئولیت ما و شما است. بعد آنه که مثلا این چیزهایی که در اینجا میشود نمیشود و یک سری بلند برطرف می‌کنیم. این است حقیقت آن چیزی که ما در برای شهادت کار می‌زنیم، در برای جوفیکایی کار می‌زنیم، در برای اثبات کردن خودمون کار می‌زنیم. باید ایمان کامل داشته باشیم، باید باوری کامل داشته باشیم که درسته بودیم، یک حرکت درستی هست و مبارزه‌هایی هستیم که مسئولیت سنگینی ما شروع از همین در چیز اساسی می‌شود که خیلی و خیلی بزمین است. انشاءالله که اگر سعی تلاش برادرها و خواهرها و همه ما و شما انشاءالله
از خداوند مسئلت رو بتوانیم این مسئولیت را با سر بلندی ادا بکنیم. السلام علیکم.